خب سلام، خسته نباشید آقا. ما میخوایم اینجوری بکنیم که این تمرین سری آخر امبدد رو انجام بدیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم اولا 3 قدم گنده داره. قدم اول ستاپ کردن در واقع پلتفرمیو و چیز میزایی که لازم باشه کارمون رو درست بکنیم. قدم دوم ستاپ کردن پروتئوس که بتونه محیط سیمولیشنمون رو درست انجام بده. ما با این قدم اول کدمون رو بیلد میکنیم، با این قدم دوم کدمون سیمولیت میکنیم. تو این قدم سوم هم که در نهایت کدمون رو که قدم سومی میشه که اون کدی که برای تکلیف قبلی نوشتیم پورت میکنیم جوری که بشه مثلا توی دی سیستم ریل تایم استفاده کرد. حالا من میرم شروع میکنم از این قدم در واقع اول، میرم جلو میگم چیکارات کرد و اینا که سریع بشه انجام شد. خب اتفاقی که میفته اینه که برای شروع کار شما میایید اینجا تو این قسمت اکستنشن ها. بعد یه اکستنشنی هست به نام اکستنشن پلتفرمی آیدی. اینو نصب میکنید تمام بشه یه دونه هزینه واسهتون اضافه میکنه. حالا الان اینجا هستش ولی بای دیفالت جایی که بهتون نشون میده اینجاست. بعد اینجوری که شما یه چنین چیزی دارید اینجا میاد نیو پروژکت میزنید. بعد توی نیو پروژکت بورد انتخاب میکنید و بوردتون مثلا آردوینو اونو بذارید. بعدش هم فریم ورکتون رو آردوینو بذارید، سیمبا اینا نذارید. حالا در مورد فریم ورک و اینا توضیح میدم چه خبره. بعد دیفالت لوکیشن بذارید نذارید فرق نمیکنه، من گذاشتم اینجا اتفاق خاصی نیفتاد. حالا این فینیش رو بزنید واسهتون پروژه رو میسازه. بیام یکم توضیح بدم. آقا اول ما این قسمت لایبرری داریم، مثل لایبرری اضافه می‌کنیم. این لایبرری اکسپلورش واقعا خوب سرچ نمی‌کنه. بهتون میگم چیکار بکنید. قبل از اون یه توضیح ریزی در مورد پلتفرم و بورد و فریم ورک بدم که چی هن. آقا ما هر بوردی که داریم این بورده یه دونه سی پی یو داره و اون سی پی یو یه سری اینستراکشن ست داره. بعد اون اینستراکشن ست میشه در واقع پلتفرمش. اگه اشتباه نکنم من اصلا دقیق مطمئن نیستم ولی با توجه به این تقسیم بندی که انجام داده اینجوری فهمیدم. بعد فریم ورک چی میشه؟ فریم ورک میشه مثل یه چیزی مثل سی ام سی، مثل آردوینو که اینا چی ان؟ اینا انگار به ما برنویس یه ابسترکشن لیری ارائه میدن. ما از اینا استفاده میکنیم، از امکاناتی که ارائه میده این فریم ورک مثل آردوینو مثل سی ام سی استفاده میکنیم. کد میزنیم بعد کدمون رو کامپایل میکنیم. بعد این فریم ورک میاد کدمون رو برای تمامی سی پی یویی که اون تمامی پلتفرمایی که اون فریم ورک ساپورتش میکنه اونو مثلا میتونه کامپایل بکنه. حالا مثلا CMC یک فریم ورکیه که صرفا آرم بیسد. آردوینو یک فریم ورکیه که مثلا حالا هم آرم بیسد هم میتونه AVR بیسد باشه. این آردوینو اونایی که ما استفاده میکنیم اینا پلتفرمشون AVR. خب این از این. بعد در نهایت کجا به کار میاد؟ این تو لایبرری به کار میاد. شما مثلا ممکنه سرچ کنید فری RTOS. بعد اتفاقی که میفته اینه که بیایید اینجا مثلا فری RTOS رو نصب بکنید بعد کار نکنه، یا مثلا نمیدونم این STM32 اینو رو نصب بکنید بعد اینجوری باشه که یا مثلا کارتون بخوابه. این از این. در کل به این قضیه حواستون باشه. حالا لایبرری که من استفاده کردم یه لایبرری بود اسمش بود اگر اشتباه نکنم فری RTOS. من یه چنین چیز بکنم سرچ کردم که واسم آورد. بعد بذارید ببینم همین بود. آره همینو اضافه کردم و بعد اینجوری بود که کارم درست شد. حالا یا اینجوریه که شما اگه گشتید اونجا پیدا کردید اضافهش میکنید، یا اگه بخواید مثلا این کامند رو بزنید اگر بیاید صرفا اینو توی کامند لاین بزنید کار نمیکنه. و یه نکته هم بگم اینم که این لایبرری رو به پروژه اضافه می‌کنید. یعنی بنابراین اتفاقی که میفته اینه که فرضاً اگه من یه دونه پروژه بسازم پروژه میتونم لایبرری جدید اضافه بکنم. اتفاقی که میفته اینه که من اگه بیام مثلا توی کامند لاین عادی بزنم این ترمینال از این بالا باز میکنم، بیام اینجا اینو بزنم کار نمیکنه چون میگه نمیشناسه. باید بیام کنترل شیفت پی بزنم بعد بیام پلتفرمیو ترمینال باز کنم بعد اینو باز بکنم. اتفاقی که میفته اینه که اینو میتونم بزنم و کاراشو انجام میده و نصبش میکنه و اینا. بعد دیگه چی باید بگم؟ بعد از اینکه پروژه‌تون رو ساختین و اینا دقیقاً یه محیط مشابه همین میاره واسهتون که صفحه اولتون احتمالاً این شکلیه که در واقع اینو داره و اینجا رو داره و اینا. بعد میایید اینجا تو قسمت src یه دونه فایل main.cpp دارین. حالا این برای پروژه است استفاده کنید. ولی خب
بای دیفالت به صورت سادهش دقیقاً اگه آردوینو بزنید یه دونه لوپ داره، یه دونه ستاپ داره و یه دونه اینکلود آردوینو اچ داره که بقیه شما باید بنویسید و کاراشو انجام بدید. بعد در نهایت هم برای اینکه چک کرده باشین که این پکیجتون درست نصب شده، اینجا بیاید توی لیب دیوز چک بکنید این دقیقاً همین باشه. بعد پلتفرم و برد و فریم ورکش اینجا مشخص میشه. بعد دیگه اینکه بعد حالا فرض کنیم کدمون نوشتیم میخوایم بیلد بکنیم، چیکار بکنیم؟ یا میایم از اینجا این گزینه بیلد رو میزنیم، بعد شروع میکنه مثلا بیلد کردن. بعد زمانی که بیلد بکنه اتفاقی که میفته اینه که توی فولدر .pio، فولدر لیب، فولدر اونو یه فایل firmware.hex میسازه. این فایل به دردمون میخوره، حالا تو قدم دوم میگم کجا. بعد اینو میتونیم کپی پیست کنیم اینجا. حالا برای اینکه اصلا توی اکسپلورر هم ببینیدش اینجوریه که دقیقاً همین کلیک راست بکنید اینجا بهتون نشون میده که کلا فایلتون کجاست و اینا و کاراشو انجام میده. بعد حالا دیگه این ستاپ شدن اینو، حالا کد نوشتن شو تو استپ سوم میگیم چیکار بکنیم. ولی خب زمانی که یه دونه پروژه آردوینو ساختین یه بیلد میتونیم بزنیم ببینیم مطمئن شیم همه چی اوکیه. بعد خب این از اینو. حالا ما بریم قدم دوم. خب چیزی که هست اینه که آقا ما استپ اول پلتفرمیمون همه چی اوکی بود، بیلد میگرفت، ما فایل هگز میداد و اینا همه چی روال بود. خب حالا میخوایم بریم سیمولیت کنیم. چیکار میکنیم؟ میایم پروتئوس باز میکنیم. پروتئوس اینجا یه دو پروژه جدید میسازیم. بعد پروژه جدید ساختیم، خب میریم جلو، بقیه‌اش رویه‌اش تقریبا همونه. صرفاً دو تا نکته داره. نکته اینه که آقا الان آردوینو با آفیشیالی توی پکیجای تو لایبرری های پروتئوس نیست. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که از اون پی دی افی که در واقع برای تکلیف آپلود شده میریم و فایلاشو دانلود میکنیم. حالا من از اون سایت د انجینیرینگ پراجکت دانلود کردم اگه اشتباه نکنم. آره 3 تا فایل بود. فایل MQ2 سنسور بود، فایل سونار بود و فایل آردوینو بود. فایلاشو دانلود کردید. یه لینکی هم داخل این خود اصلا چیزش داره که چجوری فایلا رو نصب بکنید. در کل توضیحی که داده اینه که اون فولدرهای زیپو میگیرید، بعد اینجوریه که میاید توی این پروگرام فایلز x86، بعد لب سنتر رو پیدا میکنید، بعد پروتئوس 8. بعد اینجوریه که میاید این گفته بود تو قسمت لایبرری اینجا بریزید. ممکن لایبرریتون توی همین فولدر باشه. واسه من لایبرریم توی قسمت دیتا بود. اول لایبرری اونجا داشتم ریختم کار نکرد، بعد پاک کردم نصب کردم دیدم که اصلا کلا لایبرری اومده اینجا. بعد اومدم اینجا اون فایلای لیب و آی دی ایکس رو کپی کردم، یعنی الان بهتون نشون بدم میشه همین مثلا آردوینو تی پی. بعد اینا رو کپی کردم. اتفاقی که میفته اینه که توی پروژه‌ای که دارم توی قسمت لایبرری اکسپلورر میتونم مثلا در واقع اینجوری بکنم که سرچ بکنم آردوینو و این بوردایی که هست رو بیارم استفاده بکنم. حالا برای بقیه سنسورها ایناش هم همینه. سنسوراش فقط یه خورده خوب نیست دیگه، واقعا سنسورهای جوابی نیست. من سنسور کلا گاز رو فاکتور گرفتم، گفتم که خب اوکی اون مقاومتی که ما برای تو تینکر کرد به دست می آوردیم مقاومت حالت بیسش 11K بود. بعد دیگه اینجوری بود که 2 تا مقاومت باش موازی کردم، حالا یه دونه باتن هم گذاشتم. اما این باتنا فشار داده بشه این مقاومت‌ها با هم دیگه موازی میشن و حجم مقاومتی که اینجا تشکیل میشه کمتر میشه. بعد بنابراین یعنی تقسیم ولتاژ در واقع بیشتری یا کمتری فکر کنم اتفاق میفته. بعد اینجا ولتاژ بیشتری دیده میشه. بعد زمانی که اینجا ولتاژ بیشتری دیده بشه این بنده خدا حس میکنه پی پی ام اینجا بیشتره. خب این از این. بعد دیگه اینجوریه که حالا برای دو حالتش در نظر گرفتم. این حالت اینور زمانی که دکمه اینور فشار داده بشه اون پی پی ام از ترشولدی که ما در نظر گرفتیم بیشتر میشه، زمانی که اینور فشار داده بشه از اون ترشولد کمتر نمیشه. حالا برای این موتوره که آر پی امش اینا رو دقیقاً اندازه‌گیری کنه و این حرفا. بعد دیگه این بقیه بنده خدا رو بس کردم و کاراشو انجام دادم. دیگه چی میمونه؟ دیگه همین دیگه. اینم به طور دیفالت من یک عددی یعنی از درایوری که واسش نوشته بودم برای تکلیف 6 اومدم به جای اینکه پالس این بخونم اومدم گفتم حاجی کلا تو عدد مثلا 120 سانتی متر رو برگردم که بتونم کار بکنم، چون در نهایت سنسور سیمولیت کردن مهم نیست، مهم اون تسک ریل تایم است. صرفا دیتای سنسوری مثلا که همینجوری بگیرم که اون استیت‌های مختلف برنامه بتونم چک بکنم. این از این. حالا ما این رام بکنیم.
دیگه رام میشه و کارا رو انجام میده. بعد خب یه اتفاقی هم که هست اینه که اون فایل دات هگزی که بود اینجا به کار میاد. کجا؟ این پروگرام فایلی که به این بنده خدا میدیم، به این آردوینو میدیم، این firmware دات هگز رو میدیم و شروع میکنه به سیمولیت کردن و از اینجور حرف. بعد دیگه در نهایت هم این از استپ 2ش، استپ 3ش هم میشه چی؟ استپ 3ش میشه اون کد رو پورت کردن به جوری که در واقع بشه باش کار ریل تایم میکرد از این حرف. من چیز میکنم، من میام اینجا این پلتفرم میور اگر بتونم نشون بدم هومشو. اتفاقی که میفته اینه که این پکیجی که ما نصب کردیم برای همین پروژمون، یعنی همین FreeRTOS رو در نظر بگیریم، اتفاقی که میفته یه سری مثال داره. یه مثال خیلی خیلی خوبی که داره اینه که این صفی که اینجا هست و چیزی که هست اینه که من اینو ببندم. آره یکم بچت. آقا اتفاقی که میفته اینه که یه صف شما تعریف میکنی، بعد این صفحه رو مثلا یک سایزی میدی از جو حرفا و اینا، بعد نحوه تسک تعریف کردن اینا هم بهتون نشون میده، بعد اینکه تسکا چی ان و چه جوری باشن و چه اتفاقی بیفته و اینا رو هم همینجا نوشته. بعد اینجا هم نوشته از صفحه چه جوری بخونه، تو صفحه چه جوری بنویسه. بعد دقیقاً این یه مدل SDFی خیلی خوب در میاد و میشه خیلی شیک در واقع اون کدی که اونور داریم رو پورت کرد به 5 تا تسک، 4 تا تسک، حالا هر چقدر خودتون دوست داشتید. چه مدل SDF توکن جنریت بکنن، صف بینشون باشه بین در واقع فایرینگ فانکشن ها و اینا و کار پیش بره و کارا بره جلو، پروژه انجام بشه. فکر کنم هرچی توضیح لازم بود گفتم. اگه سوال دیگه بود بپرسید ازم. فعلا خدا نگهدار.